انور جلیلوف یکی از شخصیت‌های شناخته و برومنده بود که بهر پیشرفت جمعیت فعالیت پرثمر نموده و کار و پیکارش شایسته تحسین می باشد. او یکم ینوری سال 1953 در عائله خدمتچی چشم به عالم هستی وانموده است. فاکولته تاریخ و فیلولوژی انستیتوت پداگوژی شهر لنین‌آباد حالا دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов را سال 1974 ختم کرده است. فعالیت کاریش دامنه‌دار بوده، در تعلیم و تربیت نسل نورس و دیگر کارهای دولتی و جمعیتی سهمی باسزا گذاشته است. در میتینگ خادم دولتی و جمعیتی هزاران نفر از اداره و کارخانه‌های مختلف شرکت نمودند که از خدمت‌های شایسته این مرد نجیب گواهی می‌داد. سابقه‌داران و رهبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوق و شهر خوجند در میتینگ اشتراک نموده سهم ایشان را در رشد و عملی‌گردی هدف‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نظررس ارزیابی کردند. مرگ بیامون از بین ما انسانی را بود که تمام عمری گرانمایه خویش را صرف خدمت خلق و وطن نموده. صحیفه‌های زندگی نامه شادروان انور جلیلوف نمونه عالی عبرت آموزی برای هر یک فردی وطندوست می باشد. بعد از برآمد نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت شهر و رهبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت شهر خوجند انور جلیلوف را به خانه ابد گسیل نمودند. اهل کارمندان تلویزیون و رادیو تنین به نزدیکان و پیوندان این چهره شناخته حزبی و جمعیتی صبر جمیل خواهانند.